مخاطبان عزیز نورآموز، جهت ثبت نام در دوره به این روش عمل می‌کنیم. ابتدا نوع ثبت نام خود را از گزینه‌های موجود انتخاب کنید. برای استفاده از خرید قسطی، حتماً باید حساب کاربری اسنپ پی فعال داشته باشید. در غیر این صورت، در مسیر ثبت نام قسطی دچار مشکل شده و فقط امکان پرداخت نقدی قابل انتخاب خواهد بود. در این مرحله، حتماً لازم است شماره همراه خود را وارد کنید. و سپس یک رمز عبور معتبر انتخاب کنید. بهتر است این رمز عبور را یادداشت کنید. حالا روی گزینه ثبت نام کلیک کنید. در این مرحله، پیامکی برای تایید شماره همراه برای شما ارسال می شود. کد را در صفحه ثبت نام وارد کرده و در این مرحله ثبت نام شما در سامانه با موفقیت انجام می شود. حالا برای تکمیل ثبت نام خود در دوره لازم است صفحه پرداخت را تکمیل کنید. اگر کد تخفیف دارید، آن را در این بخش وارد کرده و روی گزینه اعمال کد کلیک فرمایید. نام و نام خانوادگی خود را به صورت صحیح و با حروف فارسی وارد نمایید. توجه کنید، این نام روی گواهی و مدرک دوره ثبت می شود و امکان تغییر آن نیست. حالا روش پرداخت خود را انتخاب کنید. می توانید هزینه را به صورت یکجا و آنلاین با کارت بانکی پرداخت کنید. روش دوم، پرداخت قسطی از طریق خدمات اسنپ پی می باشد. لطفاً قبل از ورود به صفحه پرداخت، جزئیات و هزینه دوره را در این بخش بررسی کرده و در صورت مغایرت از یکی از گزینه‌های پایین فرم جهت حذف یا ویرایش درخواست استفاده کنید. ما در این آموزش روش پرداخت قسطی را دنبال خواهیم کرد که مسیر طولانی‌تری دارد. برای توضیحات بیشتر، ما ابتدا توضیح می‌دهیم که چطور یک حساب اسنپ پی بسازید. به سایت اسنپ پی وارد شده و روی گزینه پرداخت قسطی کلیک کنید. حالا شماره همراه خود را وارد کرده و بعد از تایید کد پیامکی وارد شوید. توجه فرمایید. برای استفاده از این روش، حتماً باید از قبل حساب اسنپ پی فعال داشته باشید. در ادامه درخواست می شود مراحلی را برای احراز هویت انجام دهید. بعد از فعال کردن حساب اسنپ پی، به صفحه پرداخت برمیگردیم. ابتدا گزینه پرداخت قسطی را انتخاب کرده و گزینه ثبت درخواست را کلیک کنید. حالا روی گزینه پرداخت کلیک کنید. در این بخش باید شماره همراهی که با آن حساب کاربری اسنپ پی فعال دارید را وارد کنید. توجه بفرمایید. در صورتی که حساب کاربری نداشته باشید، با اخطار سامانه مواجه خواهید شد. در این بخش شما اقساط خود را مشاهده کرده و در صورت تایید روی گزینه پرداخت کلیک کنید. حالا در صفحه پرداخت اطلاعات کارت خود را وارد کرده و تایید کنید. تبریک میگیم. بقیه مراحل به صورت خودکار طی خواهد شد و به صفحه دوره‌های ثبت نامی خود وارد می‌شوید. با کلیک روی شروع یادگیری به درس اول وارد می‌شوید. فراموش نکنید، حتماً در گروه اطلاع رسانی دوره مربوطه عضو شوید. نورآموز، آموزشگاه مهارتی تربیتی معارف اسلامی.